یو چطوری خوش اومدیم به این ویدیو دیگه. امروز اومدیم با هم بریم سراغ توکه 24 ولی از نوع آموزشش. میخوام آقا یه یونیورس آموزش بدم، مثلا ببینم داستان، مثلا میخوام با هم ببینیم داستان چیه، آپشناش چیه، تک تک آپشنا رو میخوام بالا پایین کنم و بهتون توضیح بدم. خلاصه که بفهمیم داستان و اینا چیه و اینکه بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط اگه به کشتیگرد علاقه داری برو تو کانال، بقیه رو ویدیو رو نگاه کن، اونجا گذاشتم لینک و دیسکریپشن هم چک کن. آخر ویدیو تو کارت هم میذارم، تو دیسکریپشن هم میذارم لینک های ویدیو رو، اونجا میتونی بری باز پیداشون کنی ویدیو رو و بریم سراغ ویدیو. من که میبینیم ما تو یونیورسیم، وقتی بیایم یونیورس رو بزنیم، حالا من قبلا یه یونیورس داشتم، اگه قبلا یونیورس شروع کردین کانتینیو میاره، نداشتین نیو، اگه مثلا شاید شما 10 تا یونیورس درست کردین ولی دنبال یه یونیورس خاصی، مثلا الان خودم یه یونیورس میخوام خودم ببرم جلو، یه یونیورس میخوام تو ویدیو باشه، مثلا رفیقم میاد کنارم میشینه یه یونیورس هم میخوام با اون ببرم جلو، بعد مثلا میخوام آقا من آخرین یونیورسی که چون کانتینیو رو بزنیم میبرد رو آخرین یونیورس، آخرین یونیورسی گرفتم با رفیقم بوده، میخوام یه ویدیو بگیرم بعد بیارم رو لود بزنم، همین صحنه میاره و اینجا حالا استراتور براتون میاره. من خودم الان مثلا الان 3 تا یونیورس داشته باشیم، از این بین میتونید انتخاب کنید و من الان چون نساختم تو قرآن یکی ساختم، فقط همونو دارم. خب حالا من کانتینیو نمیزنم، میام نیو رو که بزنم اسکیپ میکنین، وارد اینجا میشین. حالا استرات 2 یا میتونین استرات 3 بسازین، وارد استرات 2 میشین. حالا کلاسیک مود داره و همینطور سوپر استار مود. سوپر استار مود کلا یه نفر رو ور میداریم، مثلا آقا همین کودیروز مثلا رومنو ور میداریم و یه جوری مثل آقا مثلا پلیر کریر اف سی 24 دیگه، میدونید دیگه چه جوری دقیقاً همون جوری یه نفر رو ور میدارین، میریم با اون آقا مسابقه میدین، نمیدونم کمربند میبرین، میبازین، یعنی اصلا کل کشتیگرد فکر کن کلا با یه نفر داری تجربه میکنی. ولی وقتی به کلاسیک مود ورداری انگار خودت مثلا نمیدونم مثلا کسی که شوها رو بالا خودت میتونی شو بسازی، شو بیاری، کمربندا رو عوض کنی، کمربند جدید بذاری، بازیکن‌ها رو به جون هم بندازی، درگیری جدید درست کنی، نمیدونم مانینگ بنک کش کنی، 100 تا کار میتونی بکنی و ترجیحاً اینه که آقا اول وارد کلاسیک مود بشین. چرا؟ چون بعدش میتونین بیاین تو ما یونیورس، تو آپشنز و بیاین این الان پلی استایل رو از کلاسیک بیاین بزن رو سوپر استار مود. ولی اگه سوپر استار مود ورداری نمیتونی هم چیکاری بکنی. خب این که یه محیطیه، اینا به این الان کار نداریم. اولین کاری که هست همه چی مهمتر تو بخش ما یونیورسه، وارد که بشین چمپیونشیپ ها اینجا دستتونه آقا، نگاه میکنیم مثلا کی آقا کمربند رو دارم، مثلا الان من اگه وای بزنم این ریموو میشه، حالا مثلا رو دسته ایکس باکسه، مثلا من اینجا میتونم اینجا ریموو کنم چون مثلا بهشون نیاز ندارم، یا مثلا اینجا میتونم مثلا قهرمانو که من یه زبدر روش روش بزنم، بیام اینجا هر کی که میخوام باز یه زبدر دیگه روش بزنم، من با پی اس 4 قاطی میکنم. اینجا حالا مثلا میتونیم مثلا لوگان پالو برداریم بیایم مثلا صاحب این کمربندش کنیم. حالا بهتون یاد میدم مثلا بعد چیکار بکنیم. اینجا که خلاصه میتونین مثلا صاحب کمربندا رو عوض کنین. آپشن بخش مهمترین بخش که حالا بهتون گفتم، مثلا اینجا تو کلاسیک مود داریم و سوپر استار مود. خب سوپر استار مود ما الان کار نداریم، اگه آموزش رو میخوام تو ویدیو کامنت بذارید من اونو بهتون آموزش میدم. ولی خب کارنت پلی استار کلاسیک که بریم اتوماتیک رایوالی، مثلا آقا شما فکر کنین میخوام بیاین یک رایوالی، یعنی مثلا حالت یک دعوا، مثلا اگه شما بیاین نگاه کنین مثلا الان خود رومن و مثلا کودی خب یه رایوالی دارن دیگه، یعنی خیلی مثلا یعنی با هم کلا در حال جنگن. حالا بس اگه بزنین اتوماتیک رایوالی روشن باشه، شما اصلا خود بازی برای خودش 2 نفر یا اصلا شاید 2 تا تک تیم و 2 نفر و 3 نفر رو به جون هم دیگه میندازه بدون که شما دخالت کنید. اگه آف کنین کل بازی با خودتونه، کل بازی، یعنی کی با کی دشمن شه، کی با کی رفاقت کنه، کی با کی فلان شه، همه چی فقط با خودتون میشه. تک تیم بریک اپ و فورمیشن یعنی اینکه آقا مثلا شما فکر کن آقا همون مثلا کودیروز و رومن، مثلا فکر کن آقا کودیروز یهوها تو داستانی اگه اتوماتیک مثلا رایوالی هم روشن باشه یا مثلا دست خودتون، حالا کلا کودیروز با یه نفر اوکی میشه. خب با اینکه شما هیچ دخالتی نداره، خبرم نداریم، ولی اتوماتیک با اینکه اوکی میشه و یه تک تیم درست میکنن با یه اسم خاصی. مثلا آقا فکر کن کودیروز مثلا آقا نمیدونم با مثلا هوریکین، همون سبزه بود نقاب داشت، با همدیگه آقا
مثلا یه تگ تیم درست میکنن، مثلا اسمش هم مثلا میشه هریکن نایت مثلا چیز، یا امریکن هم فلان. حالا برعکس این هم هست، حالا همین دو نفر اصلا از هم دیگه به مشکل میخورن، خب دیگه اصلا جدا میشن و مثلا واسه یه رایولی خفن درست شه. خب من اینو روشن میذارم. crowd reaction changing یعنی اینکه آقا مثلا نظر طرفدار نسبت به سوپر استار عوض شونه. مثلا رومن رینز هیله، مثلا جان سینا فیسه، حالا اینو برعکس میشن، جان سینا میشه هیل، رومن رینز میشه فیس. یعنی باز مثلا رومن رینز بین مردم محبوبه. اینجوری که کلا حالا میشه مصدومیت مثلا بستگی داره دیگه به انتخاب خودته. مثلا این احتمال داره یهو مثلا فکر کن مثلا روی رامبل نزدیک روی رامبلی یهو مثلا کسی که صاحب کمربند داد مثلا اون موقع راک یهو مصدوم میشه، چون مثلا تو 2 سال نتونه بیاد. این بدی هم داره. این ترامپس هم که ورودی بازی کنه. حالا اینجا AI announce caching. حالا AI که کلا مثلا میشه حالا مثلا همون رقیب خود کامپیوتر خود بات، برای مانید بنک کش کردنه میاد میگه آقا کشی، میاد آقا میده ایناونس کشی، میاد میگه آقا من میخوام بیام گزینه اول یعنی این اون کسی که مثلا صاحب کمربند صاحب مانید بنکه میاد میگه آقا من میخوام توی این مسابقه امشب این مانید بنک رو کش کنم. مثل کاری که برانس رومن کرد تو بازی سامرستان فکر کنم 2018 براک و رومن بودن سر یونیورسال. خب دیدیم مثلا خب شوقی هم نداره اون. AI مید کش یعنی وسط بازی مثلا آقا رالینزو مثلا یعنی براکو فکر کنم رومن بود که رالینز اومد کش کرد وسط مسابقه بود، فکر میکنم وسط مسابقه بود. ما اینو مثلا میذاریم 6 از درصد، یعنی مثلا از 100% 10% احتمال داره میتونی صفرش هم بکنی که اصلا همچین کاری مثلا نکنه اون طرف، ولی من حالا یه درصد رو میدم. 60% از 100% کلا مثلا بیاد وسط مسابقه کش کنه و 90% 10% بیاد آخر مسابقه کش کنه. حالا یونیورسال توتال ریال هم که کاری نداریم، آموزش یونیورسال اگه خودتون خواستین توی روشنش کنین، یه ریست یونیورس داره که بزنین هر چه از این تنظیمات چیندین و خارج و بیرون همه چینا رو با هم حذف میکنه، فقط تو یونیورس این سیفتون نه این چیز دیگه. خب وارد چمپیون هم که بهتون گفتم سوپر استار، اینجا اسم بازیکن‌ها می‌نویسه، کلاسشون رو می‌نویسه، لایت کلاس می‌نویسه، بعد کراود ریاکشن همون چی یعنی فیسه یعنی محبوبه، بعد رنکینگش رو تو اسمک داون می‌نویسه، بعد میگه که آقا الان که نمی‌نویسه یونایتد دبلیو یونیورس آندیسپیوتد دبلیو یونیورسال چمپیون فکر کنم 2 بار شده نمیدونم. بعد پاور رنکینگ 29 داره و تو اسمک داون داره فعالیت میکنه. حالا اون پایین رو اگه نگاه کنه نوشته الیز، یعنی مثلا کسایی که حالا باش اوکی، یعنی فکر کنم تانیا با لوک اندرسون و همچی الکس گندرسون و همچی چیزایی، با اونا الان یه رفاقتی داره. هرچی به این قسمت اون اول نزدیک تر باشه یعنی باش رفیق تره. حالا پایینش انمیاشه که باز دقیقا برعکس همین، هرچی باز به اونجا نزدیک تر باشه باز خیلی باش مشکل داره. پایین تگ تیمشه، پایینش هم منیجر. تگ تیم‌ها که دیگه مثلا یوروشن که بخواد گروهی بازی کنه. منیجر حالا کیان؟ حالا منیجر مثلا آقا یه بازی که نگاه کرده باشیم رومن رینز به بازی داشته باشه تک نفره باشه، سولو سیکوا، جیمی و نمیدونم جی و پال هیمن اون پایین وای میستن مثلا کنار رینگ همینجوری راه میرن. خب اون یعنی منیجر. و کلا اینجا هم که حالا اگه یه کلیک روش بکنین آقا میگه چند سال فعالیت داشته، چند تا روی رامبل برده، چند تا حضور داشته، چند نفر رو حذف کرده، چقدر تونسته تو اونجا تو مثلا روی رامبل چقدر تو رینگ تونسته دووم بیاره. باز دقیقاً وسلمنی همینجوریه، مانینده بنک، کمربندا همینا رو می‌نویسه، یعنی کلا همینا. تگ تیم دقیقاً همون داستانه، سوپر استار رو تگ تیمه، فقط اینجوری که خودتون اگه بزنین میتونین که بسازین تگ تیمی و باز وای بزنین دیلیت میشه. خب ما رو من که میگم این کارو انجام ندید، ولی خب مثلا خیلی به دردتون میخوره. مثلا این چی من دیلیت میکنم چون من ازم چرت و پرت، اینو مثلا دیلیت کنم، اینو مثلا دیلیتش کنم، اینو مثلا دیلیت میکنم، اینم دیلیت میکنم چون چرت و پرت به نظرم، اینم دیلیت میکنم. میدونی مثلا میخوای یونیورس خودت تو داشته باشی، یعنی هم میتونی بسازی هم میتونی دیلیت کنی، هیچ مشکلی چیزی برات پیش نمیاد. میدونی اینجوری که مثلا دارم میگم خلاصه که اینا هم میتونی دیلیت کنی، ولی خب من اصلا میتونی دیلیت نکنی، روش بزنی مثلا آقا نمیخوای اینا تو تیم باشن، تمام شد. همین 2 نفرن کل تیم شد همین 2 نفر. خب سیو میکنی، حالا خب حالا سیو میکنی، حالا رایوالی
چیزی که همون اول توضیح دادم که مثل کودی رودز و رومن یهو مثلا درگیری شروع میشه. میتونین که خودتون دستی مدل بازی رو بگین آقا 1 به 1 یا مثلا تک تیم باشن یا 1 به 1. 1 به 1 میذارین، کلیک میکنین، کسایی که میخوان با هم دشمن شن مقابل همدیگه میذارین. آقا مثلا رولینز و ویر محال. حالا میتونین آقا درگیری کم باشه، درگیری خیلی خفن باشه، یا درگیری یهو مثلا عجیب یا وری های دیگه، یه خیلی درگیری بالا، اتفاقات مثلا رو بعد این درجه که میذارین رو همه چی هم تاثیر میذاره. حالا ما اینو سیو نمی‌کنیم. بعد تیوزدی که میشه NXT، بعدش هم اسمکداون، هیچ فرقی هم با هم دیگه ندارن. خب وارد ادیت شو میشین. موقعی که اینجا وارد ادیت شو بشین وای بزنین، دیلیت میشه. مثلا خودم با NXT حال نمیکنم دیلیت میکنم، یا این حالا میتونم برم یه A بزنم رو شو دیتیل داره که میتونم اینا رو برام برای خودم عوض کنم. پارتیسیپه کسایی که تو الان اسمکداون دارن فعالیت میکنن، مثلا میتونم مثلا آندر د جاینت رو بذارم، عشقی همینجوری برای خودم. مسابقه هایی که تو شو داره من خب 4 میذارم. مچ تیبل اصلا خیلی دقت نکنین، خیلی اصلا گیج میشین، ترجیحاً نرین سمتش، میگه دیگه بخوان چه یونیورسی رو راه بندازید. حالا اینجا هم که حالا خب شما آقا از این کمربند آندسپیوتد خوشت نمیاد، میری آقا یه کمربند به سلیقه خودت میسازی، میای این کمربنده رو تو بخش کرییشن، حالا الان اضافه نشده چون من چیزی نساختم، میای خودت اضافه میکنی به جای این کمربند و صاحبش هم یکی دیگه میکنی. اینجا کمربند رو میذاری، اینجا هم اون شخصی که قرار صاحب باشه اینا مثلا تو پاک کنی، خیلی راحت. ایدیت دیویژن داره. اوکی. فکر کنم مثلا این کانتینندرز که نوشته فکر کنم دقیقا منظورش خب. بعد سراغ پاور رنکینگ میریم که پاور رنکینگ که میشه کلا نگاه و از اون نگاه خدای فکر کن این از رندی اورتون چیزتره، چی کاری کرده این چیز مثلا. الان مثلا تو میتونی بیا رندی اورتون رو تو پاور رنکینگ بذاری. آقا پاور رنکینگ یعنی کسایی که مثلا آقا رده بندی میکن از لحاظ قدرت، حالا بالا پایین بکنیم 100% رو قدرتشون تاثیر داره، رو محبوبیتشون تاثیر داره. اونجا هم نوشته الان مثلا من رندی آوردم بالا، نوشته ریوارد، یعنی چیزی که مثلا جایزه حالا معنیش میشه، ولی کلا یه چیزی که بهش تعلق میگیره 3 تا به قدرتش اضافه میشه. ما اینو اوکی میکنیم، کلا سیو میکنیم، بعد دقیقاً همین کارو میگی برای اسمکداون و راو این کارو انجام میده. اینم خیلی راحت، اینم که اگزییت میکنه دست نزن. اینجا که بیاین اوکی میتونین دیلیت کنین، میتونین ادیت کنین، هیچ فرقی هم با اونی که الان با هم دیدیم نداره. ولی اینجا یه وایو بزنیم میگه که ویچ تایپ شو، یه مینور داره یه ماژور که خیلی داستان طولانی داره. هر کدوم از اینا رو میتونین آقا یه رعای دیگه هم یه رعای جدا این وسط بیاری، 2 تا رعا. یعنی مثلا من میتونم آقا تو هفته به جای اینکه یه اسمکداون یه رعا داشته باشم یه بار تو یه هفته، خب 2 تا از هر کدوم، مثلا آقا شنبه و مثلا جمعه ها اسمکداون باشه، مثلا دوشنبه ها و چهارشنبه ها رعا باشه، سه شنبه اون وسط خالی باشه. میتونین اد کنین، یا اینجا مثلا میتونین یه کاستوم شوی که خودتون ساختین بیارین دیگه، حالا همه چیش با خودتونه دیگه. و حالا وارد اینجا که بشین، الان چون تو رعاییم و رعای کسی هستش اون تو که مانینده بنک رو میتونه کش کنه، این گزینه روشن اناونس کشین. ولی خب اون یه داستان جدایی داره که بخوان کش کنین، یه کار دیگه باید انجام بدین. اینجا که بازی‌ها روسترزه که کلا رایوالیا رو میتونین چک کنین. روسترز معمولا کلا کشتیگشکارای منظورش. پاور رنکینگ اون چمپیونا، سیمولیت آل مچ، کل بازی‌های توی این شو همه شانسی رد میشه، یکی برنده میشه. اخبار ادیت مچ، میتونین مچ‌ها رو بیاین اینجا با زبدر دیلیت کنین، با ای ادیت کنین، با بی بک بزنین و با این حالا بهش میگن آرسه بزنین روش و یک رایوالی بهشون بدین. بگین آقا مثلا سعی کنین یه مثلا کن این رو چیزا رو نذارین، سعی کن همینا رو که خودش میگه، حالا مثلا اجازه میده بذارین. یه چیز کوخای مثلا میتونین رو بیان بریزین، حالا دیگه باز بستگی داره به رایوالیاتون، به کاری که خودتون میخوان ببرین جلو.
مثلا میگه آقا ویرماها میاد این اریکو یه وان آن وان میگیره و مثلا چیزش میکنه، چی میگم بهش، مثلا تحقیرش میکنه و میگه که میتونه مصدومش هم بکنه اگه اشتباه نکنم، میتونه مصدومش هم بکنه. پس ببینید که یعنی همه کارهایی که این تو میکنین تک تک کارا رو تک تک یونیورستون تاثیر داره. بعدم که یه استارت شو میزنین، بازی شروع میشه، ای میزنین میرین تو بازی، یه نفر رو انتخاب میکنین، تموم. دایره وای میزنین، میتونین بیاین بازی ها رو ادیت کنین. اگه وای بزنین بعد ای بزنین الان میان ادیت میکنین، میتونین بکنین. حالا گزینه اول میتونین شرکت کننده هایی توی مسابقه رو عوض کنین، دوم میتونین کلا مچ رو عوض کنین. حالا بعد اگه ایکس هم بزنین که دیلیت میشه، کلا میتونین همه رو دیلیت کنین، همین رو اوکی کنین، استارت مچ بزنین، کلا رو با یه شد با یک مچ تموم میشه. سیمولیت هم که مثلا کلا از سیمولیت هم که بزنین حالا فرق میکنه. یه استارت مچ میزنین، خود شانسی چیز میکنه، ای رو میزنین، نکست شو میزنین و یک انیمیشنی داره و میرین توی بازی بعدی و تمام. خیلی راحت برای خودتون میچینین یه یونیورس، همینجوری باید بچینه ببرین جلو. خب آقا این کل یونیورس رو بهتون گفتم، چیزی که خودم میدونستم. و اگه مثلا توضیحات دیگه رو میخواین چجوری مانینده بنک کش کنین، چجوری نمیدونم تنظیمات مثلا برای سوپر استار مود، به کامنت کنین. و اگه کشتیگه هم علاقه دارین حتما ساب کن، لایک کن، بقیه ویدیو کانال هم نگاه کن. مرسی که نگاه کردی و خداحافظ.